سلام بچه ها، خوش اومدید به اولین ویدیو از چنل پیکسل پانچ. تو این ویدیو اومدم که بهتون 10 تا از برترین بازی های سال 2025 که روی PS5، PC و ایکس باکس عرضه شدن رو بهتون معرفی کنم که حتما باید تجربهشون کنید. پس حرف دیگه باقی نمیمونه، بریم سراغ ویدیو. اولین بازی که میخوام در موردش صحبت کنم بازی پرینس آف پرشیا لاست کراونه، یه بازی دو بعدی از شرکت یوبیسافت که حدود 7-8 ماه پیش عرضه شد و بازی تو محیط ایران اتفاق میفته. دوبله فارسی ایران رو به صورت مجزا پشتیبانی میکنه و تنها بازیه که زبان فارسی رو پشتیبانی میکنه. این بازی از زمان پلیستیشن 1 و 2 نسخه‌اش عرضه میشده و برای PS5 نسخه جدیدش که دو بعدی هم هست به زودی عرضه شد که اسمش هم گذاشتن لاست کراون، پرینس آف پرشیا لاست کراون. اگه علاقه من به بازی های دو بعدی مثل پرینس آف پرشیا هستید، تجربه‌شو از دست ندید. بازی بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم بازی هالو نایت که هم روی ایکس باکس، پی سی و پلی استیشن عرضه شده و تنها بازی سولزلایکیه به صورت دو بعدی اجرا میشه و روی لو اندی ترین پی سی ها هم بالا میاد. این بازی ساخت شرکت تیمچری و به شدت بازی جذابیه، برای مپ پویا، شاپ‌های بزرگ، وپن‌های مختلف، اسکیل‌های متفاوت و گرافیک به شدت فانتزی هست و اگه از این نوع گیم‌ها خوشتون میاد حتما تجربهش کنید. بازی هشتمی که میخوام در موردش صحبت کنم بازی نیست جز گادآوار رگناروک. بعد از چند سال بازی گادآوار رگناروک بعد از نسخه گادآوار 4 که کلی سوال تو ذهن مخاطبا ایجاد کرده بود عرضه شد و گادآوار 4 بازی آنچنان خوبی نسبت به نسخه های قبل نبود و تو این بازی ما شاهد واقعی رگناروک بین خدایان نورس و کریتوس هستیم. اسپویل بیشتر نمی کنم. این بازی روی PS5 و PC قابل بازی کردن هست. سیستم نرمالی میخواد، براتون گذاشتم چه سیستمی برای اجراش نیاز دارید قبل ویدیو. پس اگه دوست دارید و جزویت طرفدارای سری نسخه های گادآوار هستید حتما به این بازی سر بزنید. هفتم این لیست بازی نیست جز اساسینز کرید شادوز، بازی که اصلا تو سبک و سیاق اساسینز نیست و یه تجربه کاملا متفاوته. این بازی زمانی که عرضه شد و تریلرش اومد هیچکی فکر نمی‌کرد که یک اساسین باشه و نسخه بعدی گوستاف سوشیما یا گوستاف یوتی باشه، ولی این بازی یک بازی از سری بازی‌های اساسینه ولی هیچ ربطی به اساسین نداره. این بازی تو دوران ژاپن اتفاق میفته، دوران باستان چین، ژاپن، کره، تو اون سبک و سیاقه و اگه علاقه من به این نوع بازی ها هستید و فن سری اساسینز کریدید حتما این بازی رو تجربه کنید. بازی ششمی که میخوام در موردش صحبت کنم اسپایدرمن 2 که بعد از تشویقی که هوادارا از اسپایدرمن مایلز مورالز کردن عرضه شد. اسپایدرمن 2 تنها اسپایدرمنیه که دو تا شخصیت همزمان میتونن با یه باس فایت بدن و تو این بازی شما باید با ونوم مبارزه کنید که خیلی وقت بود که سریای اسپایدرمن ما ونومو نداشتیم. پس اگه طرفدار این ژانر بازید حتما از دستش ندید. بازی که میخوام در موردش صحبت کنم بازی که به درد سوپر پلیرها میخوره، بتلفیلد 6 پنجمین بازی لیسته که به شدت گرافیک بالایی داره و کسایی که علاقه‌مند به بازی‌های شوترن حتما میتونن سمت این بازی برن، هم به صورت آنلاین هم به صورت آفلاین. استوری مود میتونن این بازی تجربه کنن و روی پی سی و PS5 در دسترس. رسیم به چهارمین بازی از تاپ 10 سری پیکسل پانچ. چهارمین بازی رو بازی گوستاف یوتی به خود تعلق داده که به شدت بازی جذاب هم از لحاظ استوری هم از لحاظ گیم پلیه. استوریش یه کمی نسبت به قصه قبلی خودش گوستاف سوشیما باشه ضعیف تره، ولی از لحاظ گیم پلی خیلی از گوستاف سوشیما کاملتر و جذابتره. همچنین گرافیکی اگر دنبال بازی با فایتینگ و استایل های جذاب تو دنیای سامورایی ها هستید این بازی رو از دست ندید. میرسیم به 3 تا بازی برتر از 10 تا بازی
برتر سال 2025 از نگاه پیکسل پانچ، که از نظر من بازی سوم میتونه رچت اند کلنک باشه. این بازی به شدت مپ گویایی داره، شما قابلیت کنترل دوتا کرکتر رو دارید، رچت و یه دونه از کرکترهای دیگه که اسپویل نمی کنم. این بازی میتونید بین ورد های مختلف و سرزمین ها کهکشان های مختلف جابجا شید. به شدت بازی سنگینیه، انحصاری پلیستیشن 5 و برای پی سی هم به زودی ارزش میشه یا فکر کنم شده. و اگه از این نوع بازی ها خوشتون میاد، بازی های کارتونی طور، فانتزی طور، حتما رچت اند کلنک رو تجربه کنید. به شدت بازی خبر. بازی دوم این لیست رو من اسپلیت فیکشن گذاشتم، یک بازی کوآپ که فقط به صورت 2 نفره اجرا میشه و باید 2 نفر بغل هم باشید که بتونید این گیم رو اجرا کنید. این گیم شما رو به عنوان 2 تا فرد داخل چند دنیا قرار میده که میتونید کلی کارهای مختلف انجام بدید و کلی اسکین و دنیای پویایی داره که خیلی زمانی که دوره همید یا چند نفر بغل همید بازی کردنش خوش میگذره. حتما اگه دوستی، رفیقی، خواهری، برادری چیزی دارید این بازی رو انجام بدید. به شدت بازی جذابیه، حتما دستش ندید. اولین بازی این لیست و بهترین بازی سال 2025 از نظر پیکسل پانچ بازی نیست جز الدن رینگ. به شدت بازی قشنگیه، بازی از سبک سولز لایک، سبک مورد علاقه خودم، و به شدت بازی پویا، هم لحاظ گرافیک، هم لحاظ فایت، هم لحاظ داستان، باس فایت ها، مپ و هر چیزی که فکرشو بکنید، حتی فایتینگ استایل ها. اگه بازی دنبال بازی هستید که همه اینا رو یک جا داشته باشه، میتونید سمت لرنینگ برید. بازیش تقریبا اوپن ورد سولز لایکه و به عنوان برترین بازی پیکسل پانچ شناخته شد تو این ویدیو. و ممنونم که تا اینجای ویدیو ما رو نگاه کردید. اگه خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک و ساب کنید و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.